اگر دوست داری تو این اوضاع اقتصادی هزینه VPN روزمرت را تا حد زیادی کم کنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. امروز قراره با استفاده از کلودفلر و پروژه زئوس یک پنل اختصاصی برای خودمون بسازیم بدون نیاز به سرور، بدون وارد کردن دستورهای پیچیده و تقریبا همه مراحل به صورت کاملا خودکار انجام میشه. اول از همه وارد حساب کلودفلر میشیم. اگر هنوز حساب ندارید خیلی راحت میتوانید با حساب گوگل وارد بشید یا یک حساب جدید بسازید. فقط یک پیشنهاد، بهتره برای این پروژه از یک ایمیل جدا از ایمیل شخصی یا کاری خودتون استفاده کنید. این کار باعث میشه اگر بعدها پروژه بیشتری ساختید یا خواستید تغییراتی ایجاد کنید، مدیریت حساب هاتون راحت‌تر باشه. همونطور که میبینیم گزینه دریافت توکن کلودفلر رو میزنیم. در واقع این توکن فقط یک مجوز دسترسی تا سایت زئوس بتونه به صورت خودکار ورکر و تنظیمات مورد نیاز را داخل حساب کلودفلر ما ایجاد کنه. یعنی به جای اینکه خودمون چندین مرحله فنی رو انجام بدیم، همه چیز به صورت اتوماتیک انجام میشه. حالا توکن رو کپی میکنیم و اینجا پیست میکنیم. از این لحظه ساخت پنل به صورت خودکار شروع میشه. بعد از اینکه پیام موفقیت آمیز بودن ساخت پنل رو مشاهده کردید، بهتر عجله نکنید. حدود 5 دقیقه صبر کنید تا تمام سرویس ها و تنظیمات روی کلودفلر به طور کامل اعمال بشن. خب حدود 5 دقیقه گذشته و حالا وارد پنل میشیم. چون اولین ورودمونه، پنل از همون میخواد یک رمز عبور برای بخش مدیریت انتخاب کنیم. رمز رو وارد میکنیم و دوباره تکرارش میکنیم و روی ثبت کلیک میکنیم. از این به بعد برای ورود به پنل فقط به همین رمز نیاز دارید، پس حتما اون رو در جای مطمئنی نگه دارید. همونطور که میبینید داشبورد پنل خیلی ساده طراحی شده. تقریبا تمام امکانات مورد نیاز از همین صفحه در دسترس قرار داره و برای استفاده ازش نیازی به دانش تخصصی شبکه ندارید. حالا میریم سراغ مهمترین قسمت، یعنی ساخت اولین کاربر. روی مثبت کلیک میکنیم، برای کاربر یک نام انتخاب میکنیم. در صورت نیاز میتونیم حجم، تاریخ انقضا یا محدودیت تعداد دستگاه را مشخص کنیم. بعد از تکمیل تنظیمات کاربر را ایجاد میکنیم و قسمت مخزن IP، اون اپراتوری که استفاده میکنید رو میتونید استفاده کنید و قسمت شبیه ساز اثر انگشت مرورگر را میتونید پیش‌فرض روی iOS دیوایس یا به صورت رندوم عوض کنید. پورت هم بذارید همونی که من انجام دادم و در یه ویدیو مفصل درباره‌اش صحبت میکنم. خب میبینید که ایجاد شد. بعد از ساخته شدن کاربر، لینک سابسکریپشن در اختیارمون قرار میگیره. کافیه این لینک رو داخل برنامه کلاینت خود وارد کنید. از این به بعد اگر تغییری روی تنظیمات کاربر ایجاد کنید، نیازی نیست لینک جدید براش بفرستید، چون همه تغییرات از طریق همین سابسکریپشن دریافت میشه. همونطور که میبینید لینک ساب با موفقیت وارد کلاینتمون شد و ثبت میکنیم تا پینگ بده به ما. همونطور که میبینید اتصال با موفقیت برقرار شد و پنل کاملا آماده استفاده است. خیلی‌ها میپرسن این عدد 10 تا 100 گیگ که داخل سایت نوشته یعنی چی؟ این عدد به معنی دریافت حجم اینترنت رایگان نیست. در واقع میزان استفاده و تعداد درخواستایی که از سرویس ارسال میکنید اهمیت داره. اگر استفادهتون معمولی باشه، مثل وبگردی، پیام رسان‌ها یا تماشای ویدیو، معمولا مشکلی پیش نمیاد. اما اگر مصرف خیلی سنگین یا تعداد درخواستای غیر عادی داشته باشید، ممکنه محدودیت‌های روی حساب اعمال بشه و حسابتون بند بشه. منطقی استفاده کنید تا احتمال ایجاد محدودیت کمتر بشه. اگر این آموزش براتون مفید بود، حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگر سوالی داشتید داخل کامنت ها بنویسید. ممنونم که تا آخر همراه من بودید. موفق باشید.